قزوینی و دروغ بستن به ابن خلدون رحمه الله. آخوند قزوینی به دروغ میگوید ابن خلدون معتقد بوده ائمه تمام ویژگی‌های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به جز نبوت را دارا بودند. ما برای شما عرض کنم معتقد هستیم خدای عالم آنچه را که به نبی مکرم عطا کردد غیر از نبوت، تمام فضائل پیغمبر غیر از نبوت در اختیار امیرالمومنین، در اختیار امام مجتبی تا حضرت ولی است ارواح نافدا. ما عقیدمون این هست. اونایی هم که ائمه را شناختن مثل ابن خلدون و غیره هم همشون عقیدشون بر اینه. اونایی هم که ائمه را شناختن مثل ابن خلدون و غیره هم همشون عقیدشون بر اینه. بینندگان گرامی، امام ابن خلدون در هیچ کتابی از کتابهایش چنین حرفی را نزده و چنین اعتقادی ندارد. ما از جناب آخوند قزوینی می‌خواهیم برای ما نشان دهند که امام ابن خلدون در جایی گفته باشند ائمه از علی ابن ابی طالب تا مهدی همگی تمامی ویژگی‌های پیامبر صلی الله علیه و سلم به جز نبوت را دارا بودند. یک نمونه ای نشان بدید که ما آنچه را که از کتاب‌های شما می‌خوانیم افترا هست یا دروغ هست. دروغ انسان و ملعون خدا و فرشتگان میکنه. مگه معقول کسی که ملعون خدا و فرشتگان شده این انسان به یک وسعتی، به یک نعمتی برسه؟ محاله. آقا تو راست میگی، لعنت الله علی الکاذبین، لعنت خدا و ملائکه و جمیع جن انس که بخواد اینطور دروغ بگی و افترا ببنده.